یه دیالوگ تو فیلم پشت خنجر ایرج قادری هست. اون یارو که مواد فروشه به ایرج قادری میگه که اگه گرد مفت بود گنجشگاه خیابون پهلوی روزی 0.5 کیلوشو میکشیدن. میدونی میخوام به چی بگم؟ کار مفتی که میکنی همه به چه میکنن. انقدری که اومدی پول جواب سلامتو، پول سلام کردنتو بگیری میشی آدم بد. داداش خانوم، کار مفتی واسه کسی نکن. پولشی بگیر که قدرشو بدونه. به والله کار مفتی تو از سر محبت واسه خاطر دلت میکنی یا اون باید میکرد. میدونی دوست داره واسه من یه سری کارا رو بکنه. برو جلو بابا، بذار باد بیاد. حال بهت دادم، نمیفهمی؟ پولشو میگیرم.